میگن آمریکا یه ناوی آورده دم تنگه، از بس دن تنگ و تنگه مونده او ور تنگه، نیومد ای ور تنگه. یعنی دهن تنگه و تنگه که مونده او ور تنگه؟ نه امو این ناو 10 فرسنگه، روش 1000 تا بوینگه، بعد دهن تنگه و نه تنگه مونده او ور تنگه، نیومد ای ور تنگه. خب این ناوه یا پارکینگه؟ امو این ناو جنگه، انگاه مخت هنگه. این سازندش چه خنگه؟ با فکرش نکرده ناوش نمیاد ایور تنگه؟ میگم حالی ناوو نمتون از تنگو به تنگه؟ این نهنگه، این نهنگ میتنگه، می پلنگه، می پلنگ، پلنگ میتنگه، اون به مخ دنگه. ولی با این اوضاعی که میگی ناوو آورده 10 فرسنگ مونده ایبر تنگه، اوضاع تنگه خیلی تنگه، هر آن امکان جنگه. امکان جنگه، امکان جنگه، اینا جفنگه. اما این 7 تا سیاستمدار ملنگ، نه 7 تا آدم زرنگه. ای بابا حالیش نی با کی میخواد به جنگه، یه تیزر کنن کار همشون جیمفنگه، چیش واکنه میبینید 10 فرسنگ رفتن اوور تنگه. هم نگاه نکن پای مالنگه، ای کوفتی هم باعث ننگه، ولی اینجا غیر ما پر از آدم زرنگه. بس فنگه میتینگه بس بیو که حالا موقع سیخ سنگه، سیخوش خودونگه. عقبی بهتر من یه خوده پم لنگه. آمچه تنگه، پلنگه، پلنگ چیش قشنگه. نمیدونم شد تو راز بقا همش جنگه.